بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة های درس عقیده تومار رو میگیریم. تومار آن گردن بند یا استخوان یا نوشتجات یا تنگه ها و یا رشته ها و غیره است. آن را به گردن پسر بچه ها، خانه ها و یا ماشین ها و دیگر چیزها آویزان میکنند. سبب چنان نام گرفتن آن چیست و چرا آن را استفاده میبرند؟ تمائم چنین نام داشت زیرا عرب ها باور داشتند که آن دوا و شفای کامل دارد. از نمودهای تومار گردن بند، استخوان، ریسمان و یا آویختن متاع سیاه در بعضی ماشین ها است. قرآن خود را در داخل صندوقچه انداخته و آن را به قفس سینه خود آویختند. یا بستن دستبند و یا رشته به بند دست کردن است. نمودهای تومار و احکام آن: نمود اول این است که چیز غیر از قرآن کریم را آویزان کرده شود و آن دو قسم عبارت است. قسم اول شرک اکبر است که به کاملی ضد توحید است و مانند توماری که از غیر الله طلب یاری کرده شود و این چنین اعتقاد کند که این تومار غم و اندو را دفع میکند. قسم دوم شرک اصغر است و آن توماری است که دارنده آن گرفتن آن را سبب دفع بلا و یا برداشته شدن مصیبت میداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که تومار آویزان میکند پس به تحقیق شرک آورده است. نوع دوم این است که از قرآن کریم باشد. این نمود تومار آویزان کردن ممکن نیست. در عموم استفاده تومار منع است و این برای گرفتن پیش استفاده برنده ها تومار است. برای دور کردن رنج و بلا و سپار آن تنها به الله توکل کنید و دعا و ذکر شرعی بکنید.